سینوحه جلد دوم فصل نهم سوء قصد به فرعون. وقتی من مراجعت کردم بازرگانان مصر از انعقاد پیمان صلح بین فرعون و آزیرو خیلی خوشوقت شدند. از نظر سیاسی ورود سفیر بابل به مصر اهمیت زیادی به دست آورد. زیرا سفیر بابل یکی از خواهران بورابوریاش پادشاه خود را می آورد تا اینکه زوجه فرعون شود و می‌خواست از فرعون بخواهد که یکی از دختران خود را به زوجیت بورابوریاش بدهد. مصری‌ها بعد از اینکه شنیدند که پادشاه بابل دختر فرعون را برای زوجیت خواسته متغیر شدند. زیرا طبق رسوم خون مقدس اعضای خانواده فرعون نمی‌باید با خون خارجی‌ها مخلوط شود. معهازا فرعون دوستی پادشاه بابل را به قدری گرانبها می‌شمرد که با این فداکاری موافقت کرد. اما دختری که میباید زوجه بورابوریاش پادشاه بابل شود در آن موقع بیش از 2 سال نداشت و فرعون به سفیر بابل گفت بعد از اینکه به سن رشد رسید او را روانه بابل خواهند کرد. هنگامی که من وارد شهر افق شدم فرعون از سردرد مینالید، ولی وصول خبر عقد پیمان صلح با آزیرو و همچنین خبر اتحاد بابل و مصر در مزاج فرعون اثر نیکو کرد و او را برای شرکت در جشن 30مین سال سلطنت آماده نمود. آمی کاهن بزرگ معبد آتون تدارک جشن 30مین سال سلطنت آخناتون را با شکوه زیاد دید. بعد از خاتمه تشریفات جشن، آخناتون به اتفاق دختر 2 ساله خود عازم معبد آتون گردید و من هم با وی رفتم. در معبد فرعون دختر خود را کنار سفیر بابل قرار داد و آن وقت کاهن بزرگ طبق رسوم زناشویی کوزه‌ای را بین دختر فرعون و سفیر بابل به عنوان نماینده پادشاه بابل شکست. بعد از اینکه کوزه شکسته شد، دختر خردسال خم گردید و قطعه‌ای از کوزه شکسته را برداشت و همه این موضوع را به فال نیک گرفتند و گفتند در آینده وی زنی سعادتمند خواهد شد. بعد از اینکه از معبد مراجعت کردیم، من فرعون را واداشتم که در بستر استراحت کند، ولی او به قدری هیجان داشت که نمی‌توانست در بستر بماند. گاهی فرعون دست را به طرف آسمان بلند می‌کرد و می‌گفت ای آتون، تو هنگام روز چون خورشید بر زمین میتابی و وقتی ناپدید شدی و شب فرود آمد آن وقت درخشنده تر از روز بر روح من میتابی. کسی نیست که تو را به حقیقت بشناسد، فقط پسر تو آخناتون تو را میشناسد و تو پیوسته بر قلب او میتابی. من آن شب بر بالین فرعون مثل او بیدار بودم. فرعون در سپیده صبح از خوابگاه خارج شد و به باغ رفت و در آنجا به قدم زدن پرداخت. وقتی کمی از روز بالا آمد، 2 نفر کنار آن برکه به فرعون حمله ور شدند. فرعون از مرگ رهایی یافت و فقط شانه‌اش قدری مجروح شد. وقتی من رفتم که زخم فرعون را معاینه کنم، آن 2 نفر را دیدم. یکی از آنها سر را تراشیده روغن در سر و صورت مالیده بود و من حدس زدم که باید از مریدان خدای سابق آمون باشد. دیگری 2 گوش نداشت و معلوم می شد که در گذشته مرتکب جرمی شده است. از روزی که مصر به وجود آمده و فرعونها در آن سلطنت کردند تا آن روز اتفاق نیفتاد که یک نفر علنی در صدد قتل فرعون برآید. نگاهبانان با شلاق آن 2 نفر را زدند که محرکین را معرفی کنند، لیکن آنها پیاپی نام خدای سابق را بر زبان می آوردند. آن روز من فهمیدم که آمون خدای سابق با اینکه از طرف فرعون سرنگون گردیده چقدر نفوذ دارد. فرعون بعد از اینکه از سوء قصد رهایی یافت چنین فکر کرد که سوء قصد مزبور یک اعلام و اخطار از طرف آتون بود تا اینکه او بیشتر برای نشر عقاید خدای جدید فعالیت کند. آن وقت امر نمود که تمام کاهنان خدای سابق را از بین ببرند و تمام طرفداران آمون را به معبد بفرستند. و بدیهی است که مثل همیشه فقرا و ضعفا و ساده‌لوحان گرفتار مأموران فرعون شدند و حتی یکی از کاهنان آمون به دام نیفتادند. هر دفعه که یک دسته از بیگناهان به معبد فرستاده می شدند، خشم و کینه مردم علیه فرعون بیشتر به جوش می آمد. وقتی من از خانه خارج می شدم و از خیابانها عبور می کردم، می فهمیدم که خیابانها ساکت است.
از آن جهت که مردم دیگر نمیخندند و با صدای بلند صحبت نمی کنند و از منازل عمومی آهنگ موسیقی قهقهه زنهایی که خود را ارزان می فروشند به گوش نمی رسد. وحشت طوری بر مردم غلبه کرده بود که حتی از منازل خود خارج نمی شدند. طوری محیط شهر افق غم‌آور شد که من آرزوی مراجعت به تبس را می کردم. لذا برای کاپتا پیغام فرستادم که نامه‌ای جهت من بفرستد و از من بخواهد که برای رسیدگی به کارهای خود به تبس بیایم. کاپتا نامه را نوشت و آن را به فرعون نشان دادم و گفتم که برای رسیدگی به کارهای خویش باید به تبس بروم و با عزیمت من موافقت کرد و من سوار کشتی شدم و شهر ماتم زده و مرده افق را پشت سر گذاشتم. در راه با خود فکر می کردم اگر خدای جدید دارای شکل بود مردم زودتر آن را می پرستیدند. ولی مصری ها نمی توانند بفهمند ممکن است خدایی بدون شکل و مجسمه وجود داشته باشد. مردم نمی توانند بفهمند که خدای جدید مثل طبیعت است که در همه جا حضور دارد ولی کسی او را نمی بیند. مردم بر اثر هزارها سال خرافه پرستی نمی توانند بفهمند وقتی فرعون می گوید که آتون در وجود شما و درون قلب شماست یعنی چه؟ در آن مسافرت من می دیدم که چگونه مزارع مصر بعد از رسوب نیل لمیزرع مانده بودند. با اینکه موقع افشاندن تخم بود زارعین دست روی دست گذاشته بودند و تخم نمی افشاندند و بعضی از کشاورزان مزارع را رها کرده راه شهرها را پیش گرفته بودند، زیرا فکر می نمودند که مزارع آنها از طرف آمون مورد لعن قرار گرفته و غیر از گندم آفت زده از آن نخواهد رویید. چون من شتاب داشتم که زودتر به تبس برسم به پاروزنها گفتم که سریعتر پارو بزنند. چند لحظه بعد شنیدم که پاروزنان با هم صحبت می کنند و می گویند برای چه ما سریع پارو بزنیم تا این مرد که مثل یک خوک فربه است زودتر به مقصد برسد. او عقیده به خدایی دارد که نزد او همه دارای تساوی هستند. اگر این مرد راست می گوید خود پارو بزند. من گفتم یک پارو به من بدهید تا اینکه برای راندن کشتی به شما کمک کنم. طولی نکشید که از کف دست من نزدیک انگشت ها تاول بیرون آمد و پشتم درد گرفت. خواستم که دست از پارو زدن بردارم ولی متوجه شدم که مسخره پاروزنان خواهم شد و آنها تا ورود به تبس به من خواهند خندید. این بود که آنقدر در آن روز پارو زدم که از حال رفتم و کارکنان کشتی مرا به اتاقم بردند. در آن روز حس کردم که پاروزنان با نظر احترام منو می‌نگرند. به من گفتند که تو ارباب ما هستی و ما غلام تو هستیم و نباید پارو بزنی. ولی من یادآوری آنها را نپذیرفتم و همچنان پارو می‌زدم و از روز سوم حس کردم که پارو زدن بر من آسان شد. بدین ترتیب ما به تبس رسیدیم و یکی از خدمه خود را به منزل خیش در تبس فرستادم تا اینکه ورود مرا به اطلاع موتی خدمتکارم برساند. سپس پیاده راه میکده دم تمساح را پیش گرفتم و بعد از مدتی دوری مریت را در آن میکده دیدم. مریت دیگر مثل گذشته جوان نبود ولی زنی زیبا به شمار می آمد و وقتی من او را دیدم متوجه شدم که هیچ وقت او را آن اندازه دوست نداشتم. وقتی مریت مرا دید 2 دست را روی زانو نهاد و رکوع کرد. سپس به من نزدیک شد و گفت خوب موقع آمدی، زیرا اینک فصل بهار است و در بهار زمین و آسمان همه موجودات جاندار را ترغیب به عشق بازی می کنند. کاپتا وقتی مرا دید از شادی گریست. آنگاه مرا به یکی از اتاقهای خصوصی میکده برد و روی فرش ضخیم و نرم نشانید. کاپتا گفت سینوه ارباب من، روزی که تو گفتی که من گندم تو را برای تامین بذر زارعین مصر بین آنها تقسیم کنم و در موقع خرمن در قبال هر پیمانه گندم فقط 1 پیمانه بگیرم، تصور کردم دیوانه هستی. ولی این عمل تو ما را از ورشکستگی نجات داد. زیرا بعد از اینکه من گندم تو را بین زارعین تقسیم کردم و آنها کاشتند، آمی کاهن بزرگ معبد آتون برای رسانیدن گندم به جنگجویان مصری در غزه امر کرد که گندم مالکین و سرمایه‌داران را مصادره نمایند. در نتیجه گندم ثروتمندان از طرف آمی به حکم فرعون و خدای او مصادره شد. ولی کسی نمیتوانست گندم تو را ضبط کند، زیرا ما آن را به زارعین داده بودیم و آنها هم گندم را کاشتند و بعد از اینکه محصول خود را برداشتند من عین گندم را از آنها دریافت کردم و این مالاندیشی تو سبب گردید که گندم ما به انبار برگشت.
باز گندم ترقی خواهد نمود، زیرا امسال زمستان قحطی سراسر مصر را خواهد گرفت، چون زارعین مصری از کشت گندم به عنوان اینکه آمون مزارع و غلات را ملعون نموده خودداری کردند. به کاپتا گفتم هر قدر میتوانی گندم خریداری کن. اگر برای خرید گندم محتاج زر و سیم شدی، هر چه من دارم بفروش و طلا و نقره جهت خرید گندم به دست بیاور. زیرا چون من خود مزارع کشت نشده مصر را دیدم، یقین دارم که در زمستان آینده قحطی در این کشور به وجود خواهد آمد. اگر میتوانی قسمتی از آن گندم ها را از بازرگانان سوریه نیز خریداری نما و به مصر برگردان. بعد از آمدن مریت، غلام سابق من از اتاق رفت، زیرا موقع خوابیدن فرا رسیده بود و مریت کنار من دراز کشید و آن وقت من احساس کردم که تنها نیستم و نباید مرا سینوحه گوشه‌گیر بخوانند. روز بعد تهود کوچک، آن پسر کوچکی که همراه با من و مریت از تبس به شهر افق آمده بود را دوباره دیدم. وی به طرف من دوید و دست کوچک خود را حلقه گردن من کرد. مریت به من گفت که مادر این طفل زندگی را بدرود گفته و چون من او را بردم و ختنه نمودم، تکلف طفل بر عهده من است. آنگاه تهود به خانه من آمد و موتی خدمتکار من که پیوسته می گفت من باید دارای طفلی باشم، از مشاهده وی خوشوقت گردید. وقتی من تهود را می دیدم، یاد دوره کودکی خود در تبس می افتادم. به زودی متوجه شدم که تهود طفلی باهوش است. تصمیم گرفتم که او را به یکی از بهترین مدارس تبس بفرستم و مریت از این تصمیم خیلی خوشوقت شد. اگر وضع اجتماعی تبس مغشوش نبود، من از آن زندگی آرام احساس سعادت می کردم. ولی وضع تبس بدتر می شد و روزی نبود که عده‌ای در خیابانها برای آمون و آتون نزاع نکنند و یکدیگر را مجروح ننمایند. همراهان عزیزی که به روایت کتاب سینوحه علاقه‌مند هستید، ممنون میشم این کانال رو سابسکرایب کنید تا به من انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر داده باشید.